پادشاهی هنگام پوست کندن سیبی انگشت خودش رو با چاقو قطع میکنه. خیلی نالان طبیب رو صدا میزنه که به فریادش برسه. وزیرش که این صحنه رو میبینه بهش میگه نگران نباش، هیچ کار خدا بی حکمت نیست. پادشاه عصبانی میشه، میگه سریعا زندانیش بکنید. چند روز بعد با سربازای خودش میره جنگل برای شکار، اما اونقدر از اونها دور میشه که یک قبیله وحشی پادشاه رو میدزده که اون رو به قتل برسونه. اما یک شرطی داشته، بدن کسی که میخواسته کشته بشه باید سالم میبوده و پادشاه به خاطر اینکه یک انگشت نداشته آزاد میشه. برمیگرده پیش وزیر، داستانو براش تعریف میکنه. میگه اما من نفهمیدم حکمت این که تو رو زندانی کردم چی بوده. وزیر میگه چون من بدن سالمی داشتم، اگر کنار شما بودم من کشته میشدم. این داستان رو گفتم که بهت بگم توی ناملایمات زندگیت به خدا اعتماد کن. قطعاً در هر آسیبی که میبینی، در هر شری که وجود داره، در هر اتفاقی که هست، یک خیری وجود داره که ما ازش بیخبریم.